زغال خاموش دیدی میذارن کنار زغال روشن میشه. یعنی تو زغالم که باشی بالاخره بعد این همه تشعشع استراتژیکی باید بر بگیری دیگه. من با حفظ حق پاسخگویی تا آخر همین برنامه صحبت های دکتر با یک داستان عمیق فلسفی شروع میکنم. روزی شخصی به محضر شیخ وارد شد و گفت سوالی دارم که نمیتوانم جلو جمع مطرح کنم. پس شیخ حاضنی را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید و جواب گرفت. متاسفانه چون کسی در اتاق نمانده بود ما خبر نداریم که چه پرسید و چه جواب گرفت. ولی ما خیلی خوب خبر داریم که تو ناکس شعله به دست برای آتش زدن نظام صاف داری میزنی به قرارداد ترکمنچای، یعنی همین قرارداد با چین که بقا موضوع بسته. آیا دکتر دوست و دشمن بهش پرداختن؟ پس دیگه لازم نکرده من تو هم بهش بپردازیم. ناکس خیلی چیز خوبیه، همش میزنه. طرف خیلی معطر بود، دم بادم میشست. ناکس نه خیلی دکتر نگران نباشید، وارد جزئیات نمیشم. اون که معلومه جزئیات چه خبر نداری، تو مجلس هم خبر ندارن، خود عضوا میدونه و شی جینگ پینگ این دو تا بالاخره آی دکتر اگه خوبه چرا مخفیه؟ اومدی تو سوال کنی یا بالاخره جواب دادی؟ منظورم اینه که بالاخره برای نظام منفعت داشته دیگه، نه؟ قربون برم الهی، وضع که خراب بشه که آدم به همه چی چنگ میزنه که دنبال منفعتشه. برو بابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم، بله میفهمودم به مشنگه گفتن اگه تو دریا کوسه دنبالت بکنه چیکار میکنی؟ گفت میدونم میرم بالا درخت. گفتم بابا تو دریا که درخت نیست احمق. گفت مجبورم مشنگا مجبورم. آیا دکتر بدون فوت وقت میرم سر سوالات از آسون به سخت. اولیش داستان نافرجام برجام و دعوای آژانس و اینهاست. تو همین رابطه آس یه نامه داده. آس؟ مگه ما آس هم برامون باقی مونده؟ آی دکتر آس با این مثل امر آس. آها مثل امر آس. علی اکبر صالحی. بله صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی یه نامه خصوصی برای من نوشته، براتون میخونم. تو نمیخواد بخونی، این مزخرف گفته از همین الانم معلومه. آیه دکتر من که هنوز نخوندم. این روشی که من رفتم و بهش میگن دکترین مکارم شیرازی. یه بار زنگ زدم دفترش، یکی گوشی رو برداشت گفت جوابتون حرومه. گفتم من که هنوز سوالا نپرسیدم. گفت خود ایشون نیستم، به من سپردن، گفتن تو فعلا حروم کن تا من برگردم. آیه دکتر حالا نامه رو بخونم شاید هنوز حروم نشده باشه. میخواستم بگم نامه رو نخونی ولی الان بخون تا بفهمی که چرا میگم این یارو تو مشنگی ساب که برای خودش نوشته الان که رابطه اروپا با آمریکا بهتر شده حتما واسطه میشن که ما بمبمون رو با خیال راحت بسازیم. همینجا بزن کنار دیگه، بس قشنگ معلومه که اوضاعش وخیمه. منظورتون چیه دکتر؟ میونشون بهتر بشه که بهتر میتونن فکمونه بزنن که سربسته میگم. چون اگه از این بیشتر مجبورم کنی توضیح بدم معلوم میشه که مشنگی این صالحی مصری بوده. من ببین همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن دو تا رفیق تو جنگل بودن، دیدن یک شیری داره از دور میاد به طرفشون، یکیشون کولش رو در آورد، از تو کولش کفش ورزشی رو در آورد پوشید. دومی گفت چه کار میکنی؟ آدم که نمیتونه از شیر تندتر بدوه. اولی گفت اصلا لازم نیست از شیر تندتر بدوم، کافیه که از تو تندتر بدوم داداش. خداحافظ، خدا رحمتت کنه. دوید و رفت. ببین صالحی یه نصیحتی بهت میکنم، آویزه این گوش کرت کن. تو ارنزنی هم خریتت ثابت شده است. وقتی تو برای نوشتن نامه تلف نکن. منم اشتباه کردم این نامه دوزاری تو خوندم. آی دکتر بحث کشید به خریت اثبات شده. پشت این پرده پدیده ای منتظره که اگه همینطوری معرفیش کنم ممکنه صفحه مانیتور رو که سهله تک و پوز خود طرفم بشکنین. به خاطر همین بهش گفتم منتظر بمونه تا من فضا و جو و آماده بکنم. بعد خب ممکنه طولش بدی خسته بشه، بعد حوصله‌اش سر بره، بره ضایع بشه. بشه. خیر آقای دکتر جایی رو نداره بره، عادت به منتظر موندن داره. الان چند و 30 ساله که این کادینای مادام العمر منتظر فضا مناسب بشه که رئیس جمهور بشه. نظام داره سرنگون میشه، این همینطور منتظره. نه که صبر کن ببینم این مشنگ سبزلی رضایی تاریخ مصرف در رفته رو به جایی که ببری بذاریش تو اوراقی ورداشته بودی تو برنامه که ما هستم. خجالتم خوب چیزیه. شنیدی میگن چشای بعضی سگ داره پاچه آدمو میگیره اسیر خودش میکنه. حرفای این یارو الاغ داره، جفتک میذاره همه رو میپرونه. تو خجالت نمیکشی اینو برمیداری میاری تو برنامه که من نشستم؟
آیه دکتر میخواستم بگم بهش رحم کنین، الان حرفمو عوض میکنم به من رحم کنین، بذارین حرفم تموم بشه، من برای اثبات حرفای شما آوردمش اینجا. خواستم نشون بدم وضعیت چقدر خراب و بحرانه که این مشنگ دبیر مجمع تشخیص مصلحت آیه دکتر. باشه سگ خور بیارش، چون که بزرگترین دانشمندای دنیا هم تئوریای خودشونو رو موش و سگ و گاو و اینا نشون میدن. ما یه چیزی نشون بدیم این وسط. همین مشنگی رو که تو هیچ دیوونه خونه راش نمیدن الان شیرش کنم که در حضور ابر استراتژیست تئوری بده آیه دکتر. با کلام خوب خب هر کسی رو میشه شیر که چه عرض کنم خر کرد، چه برسه به اینکه خودش نزده برقصه. من ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودم پیرمرد رفت دارو خونه برای درد مفاصلش دارو بگیره. دارو خونه چی بهش گفتش که به به آقا پسر مرسی هیکل ام بفرمایید. پیرمرد کمر رو سر سینه رو صاف کرد، گفت پماد ضد پشه میخواستم برای راهپیمایی طولانی تو جنگل. میخوام بگم با کلمه میتونی از این کارا بکنی. ضمناً آقای دکتر نمیخواستم جسارت کنم، جایی که شما هستین از یک مشنگ سوال بپرسم، میخواستم اون از شما سوال کنم. اوه یعنی تو به خودت داری جسارت میکنی که به جایی که تو سوال بپرسی مشنگ سوال بپرسه. باشه بهش بگو راجع به FATF بپرسه، میدم چیکار میکنه. چه چیز دیگری اونا میخوان رو میز بذارن که شما باید اونا رو هم قبول کنید تا به FATF بپیوندید؟ ناکس، من که به FATF نمی پیوندم. تو بودی داشتی جلزه ولز میکردی. تو برو تو مجمع تشخیص مصلحت یه سر صدایی بکن. خب شما یه تاریخی به ما بگید، تحریما رو کی برمیدارن؟ اگر فروردین ماه هست خیلی خوب، ما صبر میکنیم تا فروردین ماه. ناکس فروردین ماه 1400 که ساله، فروردین 2400 هم نمیشه. های دکتر ببخشید که درجه مشنگی اینو من نمیدونستم که اینقدره. این هنوز که هنوزه در حقیقت تو ابهام هست. برای خودت تو ابهامه، برای ما که روشن شد. ولی خود اینم ابهام داره. ببر صداتو دیگه ناکس. اینو هرچی هم یادش بدی یا یادش بندازی یه چیز بیخدارتری رو میشه. میخوای خودتو خسته نکن. اون همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمدم یارو تو اتوبان داشت میرفت، دید یه موتوری هم داره میره، بچه ترکش خوابش برده داره میفته. بعد رفت کنار راننده موتوره بهش گفتش که چرا حواست به بچه‌ت نیست؟ طرف برگشت مشنگ بود، یه نگاه کرد دو دستی زد تو کلش، گفت اصغر پس ننت کو. دکتر ما آوردیمش نشونش بدیم چقدر مشنگه، این فکر کرده راستش باید سوال کنه. ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودم مشنگه رفت مصاحبه شغلی، رئیسه بهش گفتش که زبونه چطوره؟ گفت بهتره، شما کجا فهمیدی؟ دیشب موقع شام گاز گرفته بودمش، هنوز کمی درد میکنه. آقای دکتر برای تلطیف فضا بحث و برمیگردونم به قرارداد همه چیز برباده با چین. ببین وضعمون چه بدبختی شده که زنگ تفریحش این چیزاست. بالاخره این قرارداد برای نظام باید نون و آبدار بوده باشه، وگرنه مگه عضو مغز چی خورده که بره پای همچین آبروریزی؟ بعضی وقتا مجبور میشی یه چیزایی رو نون و آبدار نشون بدی که خودت هم میدونی خیلی ضایع. و اون ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودم به مشنگه گفتن یه میوه آبدار و شیرین اسم بر. گفت خب خیار دیگه. گفتن خیار کجاش آبدار و شیرینه؟ گفت شما با چای شیرین بخورین نظرتون عوض میشه. ضمن ناکس دیدی این دفعه خودت بودی که گفتی مقام عضو مغز چی خورده؟ تو خودت اول برنامه به من گفتی زغال خاموش قربونت برم، بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت دیگه مشنگه. Ah!